لایسیته در فرانسه و ترکیه آتاتورک دین رو از حکومت و از تصمیمات جامعه دور کرد. اما آیا میتونه برای ایران هم گزینه مناسبی باشه؟ آیا فرهنگ و جامعه ما لایسیته رو میپذیره؟ سلام و درود میگم به همه شما دوستان عزیزم. رامین هستم با یک برنامه دیگه در خدمتتونم. این برنامه رو نسخه تصویریش رو میتونید از یوتیوب روشنفکرانه ببینید و نسخه صوتی رو از رادیو فرهنگ گوتنبرگ گوش کنید. اما برنامه امروز درباره لایسیته است، کوتاه کردن دست دین از حکومت و تصمیمات مهم جامعه به سبک فرانسوی. خب برای اینکه بحث رو درباره لایسیته یه مقدار تخصصی تر و بهتر بتونیم پیش ببریم، من از جناب دکتر جلال ایجادی دعوت کردم تشریف بیارن و باهاشون یه گفتگویی داشته باشیم و سوالاتم رو از ایشون بپرسم. آقای دکتر ایجادی جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه هستن و آخرین کتابشون هم کتاب انقلاب برای گسه است که نشر فروغ چاپ کرده و یه جامعه شناسی بر انقلاب زن، زندگی، آزادی. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. درود به شما و همچنین درود به هممیهنان عزیزمون در داخل ایران و خارج از کشور. امیدوارم که هر جا که هستند و هستید پیوسته شادمان باشید و پیگیری کارها و پروژه های خود رو در نظر داشته باشید. در خدمت هستم، بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، قبل از اینکه حالا من برم سراغ سوالات اصلی خودم، میخواستم شما لطف کنید یک تعریف کوتاهی از لایسیته و تفاوتش با سکولاریسم بهمون بدید که یک ذهنیت ایجاد بشه تا بتونیم بریم سراغ سوالای اصلی. بله، ببینید در این زمینه خیلی مهمه تفاوتی که میتونیم در نظر بگیریم درباره این دو واژه. البته مسئله سکولاریسم رو من بیشتر به شکل سکولاریزاسیون به کار ببرم، زیرا سکولاریسم رو در فهمی که بخشی از ایرانی‌ها دارن به معنای سیاسیش در نظر میگیرن و اون هم نوعی از مدل به هر حال به نگاه اونها نوعی نگاه به لایسیته رو به نحوی مطرح میکنن، هرچند که من در این زمینه اختلاف نظر دارم. ولی اجازه بدهید در ارتباط با همین دو واژه‌ای رو که به کار میبرید با کمی تغییر، ببینید سکولاریزاسیون به یک معنا عرفیگرایی هست، عرفیگرایی جامعه هست. عرفیگرایی به معنای این که قدرت در واقع آسمان، قدرت نیروی الهی، خدایی و غیر و غیره در روی ذهن انسانها کم میشه و انسانها بیش از پیش به سمت حرکت خودمختارانه خود حرکت میکنن. باز برای اینکه مشخص دار باشه، آنچه که مربوط به سکولاریزاسیون هست و در ارتباط با اروپا و از جمله در فرانسه کارهای تحقیقی بسیار زیادی صورت گرفته، به این معنا هستش که ما زمانی که از درون قرون وسطا داریم بیرون میاییم وارد دوران رنسانس میشیم و پس از اون وارد دوران روشنگری میشیم و در زمان رنسانس و دوران روشنگری ما با یک پدیده مواجه هستیم و اون این که عملاً قدرت مذهب بیش از پیش در چنین جوامی کمتر و کمتر میشه، به خاطر اینکه جامعه سازماندهی دیگری رو میکنه برای ازدواج، برای به گور سپردن مردگانش، در ارتباط با مناسباتی که در دل اجتماع وجود دارن و غیر و غیره، و بنابراین رجوع میشه نه به اون اصول و احکامی که مربوط به دین یا کلیسا هستش، بلکه اینکه انسانها خودشون در واقع چیکار میکنن؟ میسازن. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، به فرض مسئله گورستان ها در یک زمانی در زیر کنترل کلیسا بود، ولی پس از اون تبدیل شد به چی؟ تبدیل به این شد که عملاً شهرداری ها این رو مورد به اصطلاح مدیریت قرار بدن. یا مثال دوم، ببینید پیوسته که کشیش ها در ارتباط با
به اصطلاح نقشی که در جامعه داشتن برای انتقال افکار دینیشون پیوسته تلاش میکردن، ولی در ضمن به وجود آمدن مدرسه‌های نوع جدید عملاً یک فصل جدیدی رو در این جوامع به وجود می آورد که میرفت که خود رو جدا بکنه از اون نظام کلیسایی. اینها نمونه هایی هستن، یا به عنوان نمونه اگر انسان ها برای زندگی و سلامتی خودشون میخواستن تلاش بکنن، بیش از پیش به این به هر حال توجه کردن که نه برای کشیش و دعای کشیشان، بلکه به سمت پزشک و نهادهای اینچنینی باید رجوع بکنن. پس بنابراین سکولاریزاسیون عبارت از یک روند تاریخی، روند فرهنگی، روند اقتصادی، روند فلسفی، روند جامعه شناختی است که در درون این روند انسان داره خودش رو از اون زیر کنترل دین خارج میکنه، نه به این معنا که خودش رو آته میکنه یا بدون خدا میکنه، نه، به این معنا که فشار و یا وزنه در واقع دین رو در زندگی خودش کاهش میده و به این ترتیب یک فرجه جدیدی، یک فصل جدید مطرح میشه که انسان ها بتوانن خودشون بازیگر زندگی خودشون باشن. بنابراین در کل اروپا و از جمله فرانسه تمام در این دوران سکولاریزاسیون انقلاب های صنعتی هست، تحولات مربوط به سیستم اقتصادی است، در ارتباط با مسائل مربوط به آموزش پرورش هست و غیر و غیره. این برمیگرده بنابراین به چی؟ به سکولاریزاسیون، این روند عرفی شدن جامعه که البته فقط در اروپا نبوده. چنین روندی رو ما نیز میتوانیم از جمله در ایران در نظر بگیریم. به عنوان نمونه در زمانی که در زمان انقلاب مشروطه، هول و هوش در این مقطع زمانی دارم مطرح میکنم به طور عموم، به عنوان نمونه وقتی که مدرسه به وجود میاد، در برابر سیستم مکتبی مدرسه های جدید به وجود میاد، وقتی که دختران وارد در واقع مدرسه میشن، وقتی نوع نهادهای مانند دارالفنون به وجود میاد، وقتی که به اصطلاح کارخانه تولید و توزیع برق به وجود میاد، همه اینها جلوه جنبه های از همین روند سکولاریزاسیون در دل جامعه ما نیز بوده است. منتهای مراتب بنابر شرایط تاریخی، وضعیت سیاسی و غیر و غیره این روند میتواند کند باشد یا نباشد. حالا برگردم به مطلب دوم، یعنی نکته دومی که در صحبت شما بود که تفاوت بنابراین سکولاریزاسیون با مسئله لایسیته چیز؟ لایسیته ویژه فرانسه هستش، برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که اون قانون معروف 1905 به تصویب پارلمان فرانسه رسید که این قانون با در واقع تفاوت، یعنی نمایندگانی که بهش رأی دادن حدوداً 60% اون زمان مجلس بود و 40% هم کماکان مخالف بودن و کل خود اجتماع هم آمادگی لازم رو نداشت. بنابراین این یک اقدام آگاهانه سیاسی از جانب بخشی از نخبگان اون روز جامعه بود و این نخبگان چه کسانی بودن؟ کسانی بودن که دارای منش سیاسی فیلسوفانه گوناگون بودن. از عرضم حضور شما که فراماسون ها بودن، به نوعی نگاه های عرضم حضور جمهوری خواهان بودند که کسان پروتستان ها بودند، یهودی ها بودند، عرضم حضور شما که آنارشیستا بودند، سوسیال دموکرات ها بودند. همه در واقع به این نقطه رسیده بودند که خب اگر جامعه داره خودش رو تنظیم میکنه و در یک روند دموکراسی ما قرار داریم، من به عنوان فردی که بسا کاتولیک نباشم، به چه دلیل باید مدرسه‌ای وجود داشته باشد که زیر کنترل کاتولیک و واتیکان هست و به دنبال تحولات فکری در این دوران اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در این جامعه، در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی، فلسفی، کلی مباحث به وجود آمد و مبارزات فکری گسترش پیدا کرد و بنابراین به این نتیجه رسیدن که باید این جدایی دین از که اون زمان به ویژه دین کاتولیک بود که بر مسند قدرت بود،
باید جدا بشود از چی؟ از نهاد به اصطلاح دولت و سیستم آموزشی و بنابراین این امر منجر به قانونی میشه که میگوییم قانون لایسیته 1905. پس این قانون بیان چیست؟ بیان یک امر سیاسی، یک اراده سیاسی که تبدیل به قانون میشه و قانونی که توسط مجلس مورد تایید قرار میگیره و دیگر قابل اجرا میشود. پس بنابراین تفاوتی که در این زمینه بین لایسیته و سکولاریزاسیون هست به این ترتیب سکولاریزاسیون قانون نیست، روند تاریخی اون اجتماع هستش، منتها زمینه به وجود میاره که ایده های مربوط به لایسیته به این ترتیب بالا بیاید. البته مدل فرانسه در جاهای دیگه به این ترتیب نبوده است، برای اینکه هر کشوری ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی خاص خودش رو داشتش، ولی تا یه حدودی مثلا بلژیک، تا یه حدودی کانادا نزدیک میشن یه مقدار به مدل فرانسه، ولی در کشورهای دیگر به همین خاطر هم صحبت از سکولاریزم صحبت میکنن، زیرا سکولاریزم در این کشورها عملا خواست در واقع گروه های مذهبی هست که بتوانند در برابر قدرت سیاسی به اصطلاح مورد توجه قرار بگیرن و جایگاه خاص خودشون رو بخواستن. بنابراین یک روند دیگری رو طی میکنه. حال امروز در ارتباط با کشور ما به خصوص بخش مهمی از روشنفکران و یا سیاستمداران، البته هستن کسانی که از سکولاریسم صحبت میکنن، ولی بیش از پیش و من مشخصا از در واقع لایسیته صحبت میکنم. با این تفاوتی که خدمتتون عرض کردم، پس لایسیته به معنای یک قانونی هست که توسط جامعه، توسط ارگانهای قانونی اون جامعه به تصویب میرسد. خب آقای دکتر، ترکیه لایسیته رو، قانون لایسیتهش رو از فرانسه الگو برداری کرده. حالا زمان آتاتورک این کار رو انجام دادن دیگه. با توجه به حالا شباهت‌هایی که داره، اکثریت مسلمان داره، بافت فرهنگی به ایران شبیه، خیلی شباهت‌ها ترکیه داره، توی یه منطقه جغرافیایی هستیم. این لایسیته‌ای که ترکیه در زمان آتاتورک نمونه برداری کرد و الگو برداری کرد، نمونه خوبی برای ایران میتونه باشه؟ نه. ببینید، اول از اون تشخیص بدیم که چند پرنسیپ لایسیته چیست، آنچه که در مفهوم فرانسویش وجود داره و مورد فرانسه رو بهش میگن برای برخی از تئوریسین ها به عنوان در واقع نوعی گرایش رادیکال در زمینه لایسیته صحبت میکنن. خیلی چند اصل ساده. یک، اینکه دولت باید بیطرف باشد. دولت باید بیطرف باشد یعنی مبلغ هیچ دینی نباید باشد، به هیچ دینی کمک نباید بکند، چه کمک سیاسی یا چه کمک مالی و غیر و غیره. پس دولت باید بیطرف باشد. واژه فرانسوی در اینجا نوترالیته است، بیطرفیه. یک. دو، اینکه لایسیته در اینجا به معنای چیه؟ به معنای وجدان آزاد برای اینکه در واقع به امری اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد و این وجدان آزاد در واقع به باور داشتن یا نداشتن در ضمن به معنای چیز که هر کسی میتواند باور خود رو تغییر بدهد و مبارزه فکری عملا جریان میگیرد. این مورد دوم. مورد سوم این هستش که وقتی که ما میگوییم در اینجا به عنوان قانون سپاراسیون یا قانون جدایی در ضمن ازش نام میبرند. جدا که شدید یعنی چی؟ یعنی در واقع به عنوان نمونه مدرسه باید از زیر کنترل واتیکان بیرون می آمد. چه موقعی بود؟ موقعی بود که کشیشا در درون مدرسه داشتن چیکار میکردن؟ به اصطلاح درس میدادن یا حقوق مربوط به کشیشا رو دولت در واقع میداد. پس دولت اعلام کرد با این قانونش نه دیگر من به شما در واقع هیچ گونه کمکی نمی کنم و افرادی هم که در واقع دستمزد بگیر هستن کارکنان خود من میتوانند باشن، نه کارکنان به اصطلاح کلیسا. حالا با توجه به این و پرسشی که شما میفرمایید، مدل فرانسه، مدل ترکیه یه جنبه‌هایی داره که میخواد جدا بکنه
ولی مدل ترکیه در واقع تلاشش در اینه که مذهب رو زیر کنترل دولت قرار بدهد، که به اصطلاح برای اینکه اینها رو کنترل بکنه، مذهب رو کنترل بکنه، نوعی به زیر کنترل خودش در بیاره که احتمالاً به فرض از کج و موجی‌های مذهبیون یه مقدار جلوگیری بکنه. یعنی موردی که در ترکیه هستش و این یک به اصطلاح خیلی تفاوت اساسی هستش، با فرانسه خیلی خیلی متفاوته، به خاطر اینکه فرانسه میگوید من دولت دیگر هیچ مداخله‌ای نمی‌کنم و توی اگلیز یا در واقع کلیسا هم نباید در کار من دولت مداخله بکنی. در مورد ترکیه میگوید که من دولت در واقع بودجه بهتون میدم، شما رو به اصطلاح کنترل میکنم و به این ترتیب یک نوعی نظم از بالا رو میخواد به اینها بده. منتهای مراتب زمانی که ما دیدیم در همین تجربه‌های اخیر در ترکیه، رئیس جمهوری مملکت از دیرباز نه تنها در خود ترکیه بلکه همچنین در کشورهای اروپایی تحت عنوانی که من دولت هستم، عملا این گرایش اسلامیستی که بر سر قدرت هست کاری که میکنه تقویت تمام به اصطلاح سیستم های مسجدها و تمام دین خودش هست. بس بنابراین در اینجا عملا اون امر بیطرفی مخدوش شده و به این ترتیب تجربه‌ای که هست در به هر حال ترکیه این هستش که به نظر من مدل، با توجه به پرسش شما آیا این مدل خوبی برای ایران میتواند باشد یا نباشد، هرچند که ما بعدا میتوانیم حالا یه مقدار توضیح بیشتری در ارتباط با ایران بدهیم، ولی که به نظر من کاملا به اصطلاح نامناسب هستش. زیرا امروز هم شما در نظر بگیرید، خب حکومت جمهوری اسلامی چه میکند؟ کنترل در ضمن مذهبشو داره دیگه، یعنی مذهب رو داره بسیار فربه میکنه، بودجه های کلان براش در اختیارش قرار داده، از ابتدا تا به امروز یک نوعی عملا حوزه ها رو زیر بیش از پیش خواسته کنترل دولتی خودش در بیاره و بنابراین آنچه که به جامعه برمیگردد زیان نسبت به امر جامعه، این نظام دیکتاتوری و نظام مذهبی که بر سر قدرت هستند با توجه به ترکیب عمیقی که این دوتا با هم دارن عملا به زیان جامعه هستش و جامعه در واقع نمیتواند نفس بکشد و بنابراین لایسیته در چنین مدلی که بخواهد، مدل ترکیه که بخواهد مدلی در ضمن ایران باشد، بسیار بسیار زیان‌آور هستش و به ایران ما نمیتواند کمک بکند با توجه به تمام ضربه هایی که هم از نقطه نظر استبداد هم از نقطه نظر دین به جامعه وارد شده و جامعه کنونی مواجه با یک نوعی توتالیتاریسم سیاسی و دینی هست که باید خودشو این دین کاملا جدا بکنه از نظام سیاسی آینده. پس برای ما مدل خوب به هیچ وجه نمیتواند مدل ترکیه باشد. بسیار عالی. آقای دکتر، الان من سوالی که برام پیش اومد این که توی این سه تا اصلی که شما گفتید که میگی دولت باید بی‌طرف باشه یا به نوعی ما دین رسمی به نوعی نباید داشته باشیم دیگه، فکر میکنم منظور همین بود و یعنی یکی از نکاتی که توش بود. زمان رضا شاه رو البته الان چند ساله این صحبت ها بیشتر در گرفته که میگن گروه هایی هستن که میگن که زمان رضا شاه به خاطر حالا الگوهایی که از دوران آتاتورک از ترکیه زمان آتاتورک رضا شاه گرفت توی این قضیه، توی سفری که داشت و اینا، میگن که لایسیته رضا شاه برقرار کرد و بعد از اون محمد رضا شاه اومد و سکولاریسم برقرار کرد توی ایران. آیا ما میتونیم بگیم چنین چیزی صادقه، حالا با توجه به اینکه فکر میکنم توی هر دوتا ما دین رسمی داشتیم؟ بله کاملا درسته. ما دین رسمی رو از زمان انقلاب مشروطه داریم در به اصطلاح قانون اساسی مشروطه و بعد از اون متمم قانون اساسی مسئله دین رسمی و شریعت رسمی وجود دارد و حتی در متمم قانون اساسی این مسئله خیلی باز پیچیده‌تر و خیلی گیرش بیشتر شد، زیرا رجوع کردن به اصطلاح آیت الله هایی برای یک سلسله اجازه ها و غیره رو مطرح میکنه که حالا من ریزش در اینجا مطرح نمی کنم. ولی کن امر دین بله
در زمان انقلاب مشروطه وجود دارد در درون قانون اساسی و همین این امر در واقع در زمان رضاشاه و در زمان محمد رضا شاه نیز وجود داشته است. وجود داشتن دین در درون قانون اساسی در تناقض همون اصلی بود که خدمتتون عرض کردم، بی‌طرفی دولت نسبت به امر دین و همون گونه که اشاره کردید و به درستی، بله، در هیچ قانون اساسی که بر پایه اون لایسیته هستش دیگر نمیآید بگوید مذهب رسمی یا دین رسمی مملکت در واقع فلان دین هست. حالا به فرض در ارتباط با ایران میگویند اسلام و مذهب رسمی به اصطلاح شیعه‌گری هست که آمده در درون قانون اساسی جمهوری اسلامی که در واقع بسیار دیگر وحشتناکتر شده، ولی که به هر حال این بندی هستش که به شکل مشترک از زمان انقلاب مشروطه باقی مونده. حالا با توجه به این هست که ببینید دو جنبه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم، هم سکولاریزاسیون هم لایسیته. در زمان رضاشاه به هر حال رضاشاه با توجه به تجربه‌ای که در ترکیه در ذهن بود و با توجه به افرادی که اطراف پیرامون رضاشاه بودن مانند محمد علی فروغی، انسان‌های بسیار برجسته و بسیار دانایی در ذهن، به هر حال تلاشی برای این شد که یه مقداری عملاً به اصطلاح قدرت مذهبی ها کم بشه و از جمله در ارتباط با اوقاف و تلاشایی که در این زمینه کرد که این تلاشی بود متمایل به امر چی؟ به امر لایسیته. زیرا به علاوه عملاً خود حکومت رضاشاه در تصمیم گیری های اصلی و اساسی خودش به امر در واقع مذهب رجوع نمی‌کرد. زمانی که تمام نهادسازی های جدیدی داشت صورت می‌گرفت، مانند بانک، مانند جاده ها و مانند دانشگاه و چه همه اینها در واقع بر اساس نوعی عقلانیت و نوعی خردمندی اون به هر حال کسانی بودن که در اون لحظه داشتن آماده می‌کردند و اجرا می‌کردند. پس در این نقطه در زمان رضاشاه میتونیم بگیم تمایلی به سمت لایسیته وجود دارد، ولی آنچه که باز برجسته تر هستش همون روند شتاب یافته امر سکولاریزاسیون هستش. یعنی میره که خودشو از تمام نهادهای مکتبی و به اصطلاح قدیمی و سنتی جدا بکنه و جامعه رو مدرن بکنه، مدرنیزاسیون به وجود بیاره. البته من میگم مدرنیزاسیون به خاطر اینکه واژه‌ای رو که دیگر میتوان بهش توجه کرد، مثلا این مدرنیته است. منتهای مراتب مدرنیته قبل از هر چیز یک مفهوم فلسفی است. به عنوان نمونه وقتی ما از مدرنیته در قرن 18 صحبت میکنیم، نقش فیلسوفان و تمام فعالیت هایی که در این زمینه فرهنگی فلسفی صورت میگرفت و باید در نظر بگیریم. حال این جنبه در دوران رضاشاه به خصوص جنبه به اصطلاح مدرن سازی کشوری که به معنای همون جنبه به اصطلاح سکولاریزاسیون هستش رو یادآوری میکنه. وقتی که در زمان محمد رضا شاه میرسیم، در زمان محمد رضا شاه عملا یک واقعی روی میده، این که سکولاریزاسیون یعنی مدرن سازی کشور ادامه پیدا میکنه. شهرسازی ها، جاده سازی ها، دانشگاه سازی ها، مدرسه سازی ها، عرضم حضورتون که مسئله سپاه دانش، سپاه بهداشت و همه این جنبه ها و فعالیت هایی هستش که عملا روند سکولاریزاسیون رو داره گسترش میده. البته خاطرتون هست در ضمن سپاه دانش به وجود آورد. خب سپاه دانش از نظر منطق ما که داریم از لایسیته صحبت میکنیم میگیم خب دولت نباید این کارو بکنه، ولی برخی از طرفداران این سیاست میگویند که اگر مسئله سپاه دانش سپاه دین مطرح شد، به این خاطر بود که تا یه حدودی در به اصطلاح سیستم های روستایی اینا از قدرت آخوندها کمتر بشود و نوعی دینی برود که دین یک کمی به اصطلاح اهلیتر هستش و آرامتر هست و غیر و ذالک. حالا ولی به هر حال خط عمومی در زمان محمد رضا شاه اون چیزی که پررنگ هست امر در واقع سکولاریزاسیونه. امر مربوط به لایسیته خب ما در چارچوب همون قانون اساسی پیشین قرار داریم.
از سوی دیگه هم خود محمد رضا شاه به عنوان شخصش البته خب دارای تمایلات دینی است، به زیارت مکه میره، به زیارت امام هشتم شیعیان میره، به اصطلاح یک سلسله معماری ها و زری دوزی ها و غیر و ذالک رو برای عراق و یا ایران در نظر میگیره و غیر و غیره. خب اگر چنانچه شاه مطلب به این ترتیب بود که خب میگفتیم که شاهی هستش که در ضمن تمایلات قلبی دینی دارد، خب این دیگه مسئله نیست، میتواند وجود داشته باشد، حاکمین نیز دارای دین میتوانند باشند، ولی که آنچه که مربوط میشد به عملا عملکرد سیاسی پادشاه مانند به اصطلاح استفاده کردن از بودجه های دولتی برای به اصطلاح امامان، اینجا دیگه ما دور میشیم از مسئله چی؟ از مسئله لایسیته. از اعتقادات شخصی و هم از لحاظ مملکتداری من به دین مبین اسلام اطلاع دارید. ظواهرش هم در گفتارهای من و هم در اعمال من میبینید. این آستان قدس رضویر معمرین قبل از سلطنت سلسله پهلوی یادشون هست که آستانه مغروز بود و چه مخروبه‌ای، و حالا میبینید که شاید یکی از عالی‌ترین یا شاید عالی‌ترین مجتمع دینی و مذهبی دنیاست، دنیای اسلام، البته دنیای شیعه هست. بنابراین در همون زمان هم باز در نظر بگیریم که جامعه در ضمن در شرایطی بود که بیش از پیش خودشو داشت عملا حداقل از یک دوره‌ای به خصوص از سالهای 40 به این طرف داشت خودشو دینی میکرد، به خصوص پس از 15 خرداد 42 و نهادهای گوناگون هم حوزوی هم نوع گرایش‌های مهندس بازرگانی و غیر و ذالک، اینها هم به هر حال داشتن رشد میکردن. مدرسه های دینی و همچنین انجمن‌های دینی در درون دانشگاه تهران و غیر و غیره. منتهای مراتب در تمام این شرایطی که ما قرار گرفتیم عملاً فرهنگ جامعه تا یه حدودی یعنی در یک تناقضی قرار دارد. از یک طرف داره در واقع مسئله سکولاریزاسیون رو تجربه میکنه، پزشک دانشگاه، استاد دانشگاه، رادیو تلویزیون هستش، رابطه با جهان هستش، رابطه با صنعت هستش، رابطه با ارزم حضورتون تمام این پدیده هایی هستش که مربوط به عرفی سازی جامعه هست. ولی از سوی دیگر عملا کسی به دین نمیتواند انتقاد بکنه. یعنی تغییر یک اون اصولی که گفتیم که وجدان آزاد که باور داشته باشید یا نداشته باشید و میتوانید شما انتقاد بکنید، این بند کاملا در واقع حذف شده هستش. هیچ گونه انتقادی نسبت به دین نمی شود کرد، هیچ گونه در واقع نقدی رو نسبت به کتاب‌های دینی نمی شود مطرح کرد. حالا این یا به لحاظ نوع باور خود شاه بوده یا در ضمن احتیاطکاریاش بوده، تکنیک‌ها و تاکتیک‌هاش بوده، و از سوی دیگه هم به هر حال نیروهای مذهبی هم خیلی فعالانه داشتن این ماجرا رو در واقع تعقیب می‌کردن. ما قانون هم داشتیم آقای دکتر درباره این موضوع که نشه در واقع توهین به مقدسات یا اینجور کارا رو انجام داد. یعنی در درون خود قانون اساسی صحبت از مقدسات اسلام میشه و بنابراین این که دیگه قابل تفسیر خواهد بود که زمانی که مقدسات چیزی به عنوان مقدسات مطرح میشه و یا حتی خود پادشاه هم در برخی از نوشته‌های خودش از دین مقدس اسلام صحبت میکنه. و علی ائمة المعصومین من الان الی قیام یوم الدین، شاهنشاه اولیا حضرتا. ملت مسلمان ایران از نوروز را با نام خداوند آغاز می کنند. سرزمین پاک ایران همیشه به نور خداپرستی روشن بوده است. این سرزمین به نور لایزال نبی اکرم و ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم روشن است. هفت‌سین ایرانی و سفره نوروز ملت ایران همواره به قرآن کریم منور بوده و خواهد بود. اسلام
همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است. پس بنابراین و یا بحثی حتی از مصاحبه‌های خودش که حتی اسلام رو به عنوان بهترین دین در یکی از صحبت‌هاش مطرح میکنه. بنابراین این فضای عمومی اجازه نمیده که عملاً قانونی وجود نداره که آزاد اندیشی رو تو به اصطلاح اجازه بهش بده و از سوی دیگه تمام ممنوعیت هایی که وجود داره، تمام اون جنبه های به اصطلاح مقدس وارانه‌ای که وجود دارد، همه اینها منجر به این میشه که عملاً جامعه نتواند در این مسیر خودشو حرکت بده. ولی به هر حال این دوران یک دورانی بود که یک کاملاً به شکل متناقضی داشت حرکت میکرد جامعه. خب البته خیلی جوامع هم همیشه در تناقض هستن، ولی رابطه قدرت سیاسی با جامعه به این ترتیب هستش که از یک طرف جامعه رو یه مقدار محدود میکنه، نوع استبداد فردی هستش و در ارتباط با قرآن و دین در واقع یک به شکل عریان یا مستقیم و غیر مستقیم یا به شکل خیلی به اصطلاح خودآگاهانه و یا ناخودآگاهانه یک زمینه ممنوعیت وجود داره و کسی در این زمینه نمیتواند حرفی بزند. حال آنکه در همون دوران کسانی بودن که می آمدن در درون نشریات، از جمله خاطرتون اگر باشه به عنوان نمونه مطهری که کلی و دیگران رو البته بودن که کلی مثلا نقد می نوشتن بر مارکسیسم در روزنامه هایی که در تهران منتشر می شد، نقد مارکسیسم رو می کردن. خب به هر حال رژیم شاه هم اینو میدونست و بهشون هم اجازه داده بود و این برمیگرده به یک برها بخش دیگری صحبت ما که در اینجا چه بسا قرار نگیرد و اینکه درک شاه نسبت به کمونیسم شوروی، درک شاه نسبت به خود حزب توده، رابطه شاه با مسئله مذهبی ها، بخش رادیکال مذهبی ها از نظر اون مانند خمینی ها، بخش غیر رادیکال اونها از نظر خودشا، همه اینها یه ملغمه ای رو به وجود میارد، یک شرایط اجتماعی ویژه‌ای رو به وجود میآورد که عملاً جامعه نمیتواند علیرغم اینکه داره سکولاریزاسیون رشد میکنه ولی در عرصه فرهنگی و در عرصه فلسفی و اینکه ما رو بکشونه به طرف این جداسازی عملاً این کار صورت نمیگیرد. خب دکتر، سوالی که الان پیش میاد اینه که خب اون زمان ما بافت مذهبی جامعه رو داشتیم و همینطور که گفتید یه تناقض به وجود اومد بین اون روند سکولاریزاسیون و اون بافت مذهبی که جامعه داشت، عرف مذهبی که جامعه داشت. الان هم ما اون عرف مذهبی رو همچنان داریم، نمیتونیم بگیم از دست دادیمش و شاید حالا تو یه سری جنبه ها تندتر هم شده باشه. اگر الان توی ایران لایسیته برقرار بشه، فرض کنیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یک حکومتی بر سر کار بیاد که لایسیته رو برقرار بکنه طبق قانون، مردم ما، کسانی که همچنان تو اون عرف مذهبی هستن، اینها دچار تناقض نمیشن دوباره و دوباره ما توی رعایت قوانین یا مدارا با حکومت سر لایسیته به مشکل بر نمیخوریم؟ خدمت رو عرض بکنم، لایسیته یک فرهنگ در ذهن. درسته که یک قانونه، منتها در بستر زمانی و در بستر آموزشی و در بستر فرهنگی میتواند مطرح بشه و تقویت بشه. امروز اگر از من سوال بکنید که به فرض چند درصد جامعه طرفدار لایسیته هستن، بسیار محدوده، متاسفانه بسیار کم هستش. چرا؟ به خاطری که 44 سال ما در درون یک نظامی بودیم که با تمام قدرت خودش در واقع دین رو که به شکل در واقع سنتی وجود داشت تبدیل به یک ایدئولوژی پرقدرت میکنه و این رو در تمام نقاط کشور رایج میکنه. البته بود، در زمان شاه هم بود، ولی که بودجه های عظیم و تبدیل کردن همین نهادهایی که تا حدودی مدرن شده بودن مانند مدرسه و دانشگاه، جمهوری اسلامی تعرض جدیدی میکنه که جلوی این روند سکولاریزاسیون در واقع چیکار بشه؟ کند بشه. بنابراین در سیستم موجود در ایران اگر ما بگوییم که به فرض در مرحله بعد میتوانیم به طرف لایسیته بریم، معلوم نیست بتوانیم یا نه، زیرا برای اینکه باید آماده کرد. لایسیته وقتی میگوییم که لایسیته یعنی چی؟
ببینید لایسیته جنگ علیه مذهب نیست و بنابراین جنگ علیه دینداران نیست به هیچ وجه. شما در فرانسه نگاه بکنید، در همون لحظه ای که قانون مطرح شد و پس از اون جنگ علیه مذهبیان روی نداد، بلکه تمام ماجرا در سر این بود که به مذهبی‌ها گفته بشه که شما از درون سیستم دولتی، از درون سیستم آموزش باید بیرون بروید. شما میخواهید ادامه بدید، مذهبتون ادامه بدهید. و خود قانون لایسیته فرانسه مطرح میکنه، یک جایش چنین امری رو به این ترتیب آورده: اگزرسیس لیبر دو وتر کولت. یعنی چی؟ یعنی در واقع اجرای آزاد دین خودتون. ببینید، پس بنابراین در اون جامعه به راحتی میتواند کلیسا و حالا امروز اضافه کنه مسجد و نمیدونم معبد و هر چی که مورد نظر هستش، یا نوعی به هر حال ایمانی که انسان ها دارند در درون قلبشون هست، در درون خانوادهشون هست، اینو میتونن داشته باشن. پس لایسیته جنگ علیه مذهب نیست، بلکه بحث بر این هستش که جداسازی میکنه که امور مربوط به یک جامعه‌ای که متکثر هست. یعنی جامعه متکثر یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فکر میکنید به فرض همه ایرانیان امروز شیعه هستن؟ هرگز چنین چیزی نیست. و تمام مطالعاتی هم که من دارم تعقیب میکنم میبینم که چه اتفاقا تحولات بسیار شگرفی در ذهنیت دینی انسان ها به وجود آمده. خب اون زمانی هم که مطرح میشد که جامعه فرانسه میخواست در واقع به تکثر خودش پی بکنه، خب کاتولیک ها یه بخش مهمی هم بودن، بله، ولی از اون طرف گرایشات فلسفی وجود داشت، گرایش های پروتستانی بودن، یهودیا بودن، چه بودن، و اینها قبول نمیتوانستن بکنن که بچهشون بیاد در درون مدرسه دولتی و باز این مدرسه دولتی زیر کنترل کلیسای کاتولیک باشد. و بنابراین امروز برای جامعه ما، ایرانیان عزیز، شهروندان عزیز، باید این درک رو داشته باشن که وقتی که ما صحبت از لایسیته میکنیم، جنگ علیه مذهبشون نیست، بلکه میگوییم آی کسانی که دارای مذهب هستید، مذهبتون رو، قرآنتون رو، شریعتتون رو، فقهتون رو وارد سیستم دولتی فردا نباید بکنید. کتاب‌های مدرسه رو نباید با افکار و احکام دینی خودتون در واقع به مجرای دیگری بکشانید. پس بنابراین اگر چنانچه انسان‌ها در این جامعه امروز و فردای ایران تربیت بشوند، آموزش ببینن و درک درستی پیدا بکنن نسبت به این امر، بنابراین شما حتما توجه کردید گاه به گاهی این افراد به اصطلاح هم دولتی، حوزوی دولتی و هم حتی نواندیشان پیوسته نوع تبلیغاتی میکنن که آی دادی بیداد، این یک سری هستن که میخوان جامعه رو سکولار بکنند، یا حتی برخی از نواندیشان میگوین میخواهند عده‌ای لایسیته رو بیارن و این دیکتاتوری است، که در هر دو حالتش این در واقع جعل دروغ ناسزا هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بله، لایسیته هم ما میتوانیم داشته باشیم که توأم با توأم با دیکتاتوری باشد، همونگونه که دینی که داریم امروز توأم با دیکتاتوری هستش. رژیم های کمونیستی رژیم هایی بودن که درشون مذهب وجود نداشت، ولی که عملا یک دیکتاتوری بود. بله، منتهای مراتب توجه من میدم به این که لایسیته مورد نظر ما برمیگرده میگوید چی؟ وجدان آزاد و آزادی اندیشه و آزادی انتخاب. یعنی این لایسیته با امر دموکراسی و آزادی افراد پیوند عمیقی خورده. ما در درون نظام دموکراتیک قرار میگیریم. پس بنابراین جامعه ایران هم برای این افرادی که دارای دینهای گوناگون هستند، حدوداً بنابر برخی تحقیق‌ها در ایران 38 دین و مذهب و آیین مختلف وجود دارد. 38 تا. خب همه اینها حق برابر باید داشته باشن. حق برابر این است که هیچ کدوم از اینها در رأس ایدئولوژی حکومتی نباید قرار بگیرن. اگر یکی از اینها در رأس به عنوان ایدئولوژی در رأس سیستم حکومتی و قانونگذار قرار بگیرن، بنابراین حق دیگران رو پایمال کردن. پس بنابراین افراد ایرانی
کسانی که دارای دین و مذهب خودشون هستن هیچ ایرادی ندارد، نگران نباید بشوند. اینها میتوانند در واقع میتوانند دارای دین خودشون باشن و فردا با این جمله تموم میکنم، اگر در واقع حکومت سکولار، جایی که دین از حکومت و آموزش پرورش و مجموعه نهادهای قدرت جدا شده، بنابراین برای ایرانیان که چنین دولتی رو خواهند داشت، این دولت از آسمان که نخواهد بود، که این دولت به اعتبار نمایندگانی که توسط مردم انتخاب میشوند خواهند بود. یعنی در مجلس مؤسسان فردا چه نمایندگانی میان و در میان این نمایندگان آیا اکثر اونها خواهان این جداسازی هستن یا نیستن؟ به معنای دیگر، آیا این نمایندگان اکثرشون خواهند گفت که در درون قانون اساسی دیگر هیچ دینی رو به عنوان دین رسمی نباید به رسمیت شناخت، یا اینکه میگن نه حالا اون دین اسلام رحمانی رو مثلا بیاریم؟ اگر باز بگوین دین اسلام رحمانی رو بیاریم، ما هنوز در واقع به امر لایسیته نرسیدیم، هنوز زمینه کار بسیار بسیار گسترده هستش و بنابراین منتهای مراتب کسانی که به این ایده اعتقاد دارن باید واقعا کار فرهنگی بکنن، کار آموزشی بکنن و به ایرانیان اون بخشایی که به هر حال آگاهی بیشتری دارن یاد بدن، نشون بدن که هیچ گونه مخاطره‌ای نباید داشته باشن در ارتباط با حکومت به هر حال لاییک فردا. آیا دکتر یه دغدغه دیگه ای هم که وجود داره الان، حالا همینطور که شما فرمودید، ما توده های مردم رو میتونیم با این آموزش یه مقدار آگاهی بخشی بکنیم و کاری بکنیم که حالا اون آگاهی بالاتر بره و بتونن لایسیته رو بپذیرن به نوعی و فرهنگ سازیش انجام بشه. ولی خب الان ما فرانسه هم که میبینیم یه جور اپیدمی اسلام تندرو داره، یعنی یه جور اسلام هراسی، بس که حالا مشکلات پیش اومده و حمله تروریستی شد، ترور انجام شد و خیلی اذیت شدن سر این قضایا. حالا ما برخلاف فرانسه توی یه منطقه اسلامی هم هستیم، اطرافمون هم کشورهایی هستن و منطقه‌ای هستیم که اصلا تروریست خیزه اصلا این منطقه و خیلی هم پتانسیل این موضوع رو داره. آیا ما با اسلام تندرو روبرو نمیشیم؟ توده های مردم رو آموزش بدیم ولی تندروها رو چیکار میشه کرد؟ بله، تندروها شما رو رها نخواهند کرد. ببینید، نکته‌ای که در ابتدا فرمودید، توده ها و فرهنگ سازی، بله، ولی یادمون باشه عزیز من، وقتی ما میخوایم توده ها رو صحبت بکنیم، یک امر اساسی که باید واقعا بهش فکر کرد نخبگان جامعه هستند. یعنی سیاسیون اپوزیسیون ایران هستند که خیلی از اینها در خارج از کشور هم هستند، در ایران هم هستند، دانشگاهیان هستند، سندیکالیست ها هستند. این نخبگان، اگر این نخبگان آمادگی نداشته باشند، توده هم آمادگی نخواهد داشت. اینها هستند که حرفها رو به دیگران انتقال خواهند داد. به دیگران یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که به این افراد فردا رأی خواهند داد، اعتماد خواهند کرد. بنابراین مسئله فرهنگ سازی همین امروز به نظر من که نیروهای سیاسی رو خوب من میشناسم، همه اونها رو میشناسم و اونها من میشناسن. خب وقتی ما توجه میکنیم که نیروهای سیاسی بخشیشون در این زمینه حساسیت دارن شروع به کار کردن، بخش مهمیشون نه همچی چیزی نیست. ما حدود، خدمتون عرض بکنم، 7 طیف سیاسی داریم در این اپوزیسیون عمومی ایران. 7 طیف سیاسی داریم که در هر کدوم این طیف ها 7 تا 8 تا 5 تا گروه و سازمان سیاسی داریم. یعنی در مجموع حدود 50 تا گروه و سازمان و حزب سیاسی داریم. حالا آیا همه اینها طرفداری میکنن به شکل عریان آشکار و با دقت نسبت به لایسیته؟ نخیر. یکی از این جریان ها به عنوان نمونه سازمان مجاهدین نمیتواند یک در واقع جریان لایک باشد، زیرا به عنوان یک سازمان سیاسی پیوسته
کار عاشورا میکنه و غیر و غیره. هرچند که باز در تبلیغاتشون از اونجایی که تبلیغات شفافی ندارن، برخی وقتی که مورد پرسش قرار میگیرن میگن بله 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 ما هم میخوام، ما هم داریم، ما هم اعتقاد داریم، ولی که وقتی واقعیت اینها رو میبینید همچین چیزی نیست. خب به عنوان نمونه دیگر ملی مذهبی ها هستن در یکی دیگر از این گرایش ها، آیا اونها اعتقاد دارن؟ نخیر، اعتقاد ندارن. هرچند که باز هستن میگوین کسانی که بله بله، ولی که به نظر من تاکتیک های گوناگونی وجود داره، ولی که عمیقا هنوز این اعتقاد نیست. حالا اون ورتر بریم، گرایش چپ. آیا چپ های ایران که خیلی هم متنوع هستن واقعا طرفدار لایسیته هستن؟ من یک علامت سوال بسیار بزرگی رو در برابر این پرسش میگذارم، یعنی میگم آیا، و برای جوابش میگم که نه، خیلی همیشه روشن نیست. آیا جریان عرضم حضورتون که سلطنت طلبی که حالا اون هم دارای گرایش های گوناگونی هستش، آیا این گرایش تمایل به عرضم حضور شما که لایسیته دارد؟ در یک مواقعی هستش که میبینید که شعار روشنه، در یک مواقعی شعار تاریک میشه، یک به هر حال شرایط تردیدی وجود دارد و حتی برخی ها که عریان و آشکار کسانی که طرفداری میکنن از آقای پهلوی حتی میگویند نه، لایسیته به درد نمیخورد. از میان روزنامه‌نگاران خیلی قدیمی که امروز طرفدار به هر حال آقای پهلوی هستن چنین چیزی رو رد میکنن. پس بنابراین وقتی که ما میگوییم فرهنگ سازی بکنیم، یادمون باشه در گام اول همین فرهنگ سازی درباره لایسیته در ارتباط با نخبگان سیاسی و فرهنگی و دانشجویی این کشوره که این کار تمام نیست عزیز من، کار بسیار بسیار به اصطلاح ادامه پیدا خواهد کرد. نکته دومی که در صحبت شما بود، ببینید فرانسه تا زمانی که، اجازه بدید من اینطوری خدمتتون عرض بکنم، تا زمانی که اسلام وجود دارد همیشه با خودش این نوع به هر حال اسلامگرایی های رادیکالی که از نظر من در درون خود بافت قرآنی وجود دارد رو نیز تولید خواهد کرد. و جامعه فرانسه، جامعه غرب، برای اسلامگرایان یک سرزمین کفره و به ویژه جامعه فرانسه بسیار از اسلامگرایان ضد جامعه فرانسه هستند. چرا؟ به خاطر به هر حال نوع سیاست هایی که داشته، نوع انتقاد هایی که به اسلام در درون جامعه وجود داره، مسئله قانون لایسیته و روشنفکرانی که لایک هستند، وجود نشریه های مانند شارلی ابدو یک فضایی رو به وجود آورده که اسلامگرایان به شدت علیه این تمدن هستند. خب حالا فردا که در ایران سرنگون بشه جمهوری اسلامی و یک نهاد سیاسی جدیدی بر سر کار بیاید، خب آیا تندروها، خب تندروها رو که ما امروز داریم، تندروها رو فردا هم خواهیم داشت. تندروها شما مطمئن باشید همین تندروها لحظه‌ای هم که دارن میافتن تپانچه هاشون رو بیرون میارن، مسلسل هاشون رو بیرون میارن و به کشت و کشتار ادامه خواهند داد. فردا هم که اینها به نحوی به هر حال که ما نمیدانیم چگونه ولی که از قدرت دور بشن، زمانی هم که یک، قدرت رو از دست دادن، دو، تمام امکانات مالی خودشون کم کم دارن از دست میدن، و سه، میگوییم که قانون لایسیته، آی فلان روحانی تو میتوانی زندگی خودتو بکنی بری تو مسجدت، ولی که اون میگه نه، این مانع میشود، یعنی لایسیته مانع میشود که من دیگه به قدرت نتوانم برگردم، به خاطری که مسئله قدرت رو چشید در طی این 44 سال، دیگه به این راحتی نمیتواند فراموش بکند. پس بنابراین بله، شما اسلام گرایان تندرو رو خواهید داشت. چگونه باید مقابله کرد؟ یک، در ارتباط با اینکه هرچی بیشتر ما باید فرهنگ سازی بکنیم که اونها از نظر فکری و سیاسی بیش از پیش ایزوله بشن، بیش از پیش منفرد بشن. دو، فردا که قدرت سیاسی بر سر کار بیاید، بر پایه قانون یک، مسئله قانون اساسی هستش و مجموعه قوانین دیگری که در زمینه جزایی و مدنی باید تنظیم بشه. همین ها در واقع کسانی رو که
باید جلوشون رو گرفت، یعنی توطئه میکنن، یعنی در واقع کارهای زیرزمینی برای خرابکاری میکنن و یا در واقع فشارهای گوناگونی رو ممکنه بخوان روی جامعه به وجود بیارن، بمب اندازی بکنن، غیر و غیره. از طریق قانون راه دیگری نداریم. قانون یعنی نیروهای انتظامی قوی، دادگاه روشن که خود اون دادگاه هم افراد و قاضیان اون دادگاه و وکلای اون دادگاه، خود اینها تازه مسئله لایسیت باید آموزش به اونها داد. عزیزان من، اینطوری نیست که طرف در درون به اصطلاح سیستم قضایی هستش که مسائل کاملا روشن هستش. من این چند اصولی رو که خدمتتون عرض کردم با شرایط مشخص ایران باید کاملا انطباق پیدا کند. ما حدود 2000 ماده جزایی داریم، ماده قانون جزایی داریم، 2000 تا. خب تک تک اینها رو باید مورد بررسی قرار داد. یه بخش از اینها خب مسئله نیست، ولی یه بخش دیگه ای از اینها کلی مسئله سازه، چرا؟ به خاطری که با دین ارتباط داره. پس به این ترتیب هستش که شما تندروها رو خواهید داشت. شما ولی یک آموزش، دو آموزش و فرهنگسازی و دو وجود یک قدرت سیاسی قوی دموکراتیک که متکی بر قانون دموکراتیک باشه و با اعتبار قوانین و نیروهای انتظامیش از خطر این افراد تا یه حدودی جلوگیری بکنه. ولی که به هر حال میگویم تا یه حدودی، به خاطر اینکه اینها در اون شرایطی که خود رو کاملا بازنده میبینن حتما به کارهای مخفی دیگری دست خواهند زد. میخواستم که برای جمع‌بندی ازتون بخوام که یک تصویرسازی برای ما بکنید، به خاطر اینکه ما خب نه در گذشته ایران زمان شاه، حالا همونجور که شما هم گفتید، نه توی امروز ایران، تو اون فضا ما هیچ موقع چنین چیزی رو، سکولاریسم یا لایسیته رو تجربه نکردیم. یه جمع‌بندی میشه برای ما بکنید، یه تصویرسازی به نوعی که ایران با لایسیته به چه شکل خواهد بود؟ آموزش‌های دینی، نمیدونم مدارس، فضای آموزشی، رسانه‌ها، محرم و سفر دیگه چه جوری برگزار میشه، حوزه علمیه چه بلایی سرش میاد، پوشش‌ها به چه صورت میشه، اینها رو میشه برامون بگید؟ بله خیلی مسائل اساسی هستش. ببینید فردای ایران که با قدرت لاییک به فرض ما ترسیمش میکنیم، یک، در ارتباط با مدارس با توجه به آنچه که در قانون اساسی فردا میآید که قانون اساسی فردا دیگر نباید مذهبی باشد، دیگر نباید در قانون فردا به اصطلاح فقه شیعه و نمیدونم فلان آیه قرآنی و غیر و ذالک وجود داشته باشد، کاری که امروز وجود دارد. بنابراین قانون اساسی لاییک فردا خط عمومی رو تعریف خواهد کرد. شما اگر به قوانین اساسی هر کشوری رجوع بکنیم، همون خط اول، ماده اول میگوید به فرض ایران یک کشور دموکراتیکه، یک کشور به فرض لاییکه، یک کشور ارزم حضورتون که متکی بر حالا بگیم جمهوری خواهی هستش یا سلطنت مشروطه هستش، به این ترتیب. خب این محور رو خط رو معین میکنه. خب در این چنین حالتی ببینید مدارس ایران از زوایای مختلف مورد هجوم اسلام و اسلامگرایی قرار گرفته و دولت کارش این بوده از ابتدا. و چی بوده؟ یعنی میخواسته بره در درون اینها که اینها رو از درون بر پایه‌های بافت مذهبی یکسانسازی درشون به وجود بیارد. یعنی بنابراین بسیاری از در واقع موادی که در مدرسه درس میدن با باورهای دینی اسلامی و شیعی توأم شده. اینها رو باید جدا سازی کرد. یعنی یک در واقع گروه معتبر آکادمیک و در واقع کسانی که فرهنگ دوست هستند و به فرهنگ لاییک توجه دارن، اینها باید بنشینند مجددا کتابها رو بررسی بکنند و بنویسند. و این کار بسیار در ضمن سنگینی هم هست، ولی راه دیگری نداریم. حتی از ابتدا هم که به فرض چه بسا برای یه مدتی با همین کتاب‌های موجود هستن، ولی که خب به هر حال تمام اون به اصطلاح آموزگاران باید حال و هوای جدید رو بفهمن و دیگر اون بندهای مربوط به اصطلاح امر دین رو تبلیغ نباید بکنن. در درون دانشگاه هم به همین ترتیب. در درون دانشگاه شما امروز میدانید که به فرض کسی که داره مهندسی میخونه، یک از روی 140 واحدی که باید طی بکنه
به انجام بده 20 واحدش در ارتباط با اسلام و تاریخ شیعه هستش و وصیت‌نامه به اصطلاح خمینی. همه اینها رو باید حذف کرد. بنابراین سیستم دانشگاهی و سیستم در واقع مدرسه از نظر محتوا و همچنین حضور آخوندها که اونایی که میان در واقع بخوان تبلیغ دین رو بکنند و به نحوی اینا، همین ها باید جداسازی باید صورت بگیره. یک. دو، آنچه که مربوط به عرضم حضورتون که آستانهایی مانند آستان قدس رضوی و غیره، همین ها باید بیاید زیر کنترل دولت، به خاطر اینکه آستان قدس یکی از در واقع امپراتوری های بزرگ در ایران هست که هیچ گونه شفافیتی نداره، زیرا عملا ما میدانیم که آستان قدس زیر کنترل شخص خود به اصطلاح خامنه‌ای هستش و به این ترتیب عملا نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه در واقع خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین و غیره، اینها حدوداً 60% ثروت مملکت رو عملا در دست دارن. چه کسی از اینها اطلاع دارد؟ فقط بیت خامنه‌ای هستش. پس بنابراین حتی مجلس وابسته ایران هم از اینها اطلاع نداره و درآمدهای اینها حتی در درون بودجه های دولتی این دولت اسلامی هم حتی وارد نمی شود. پس چه باید کرد به اونها؟ اونها رو همه رو باید تحت یک قوانین شفاف در واقع از دست نیروهای مذهبی، حوزه ها، آخوندها باید خارج کرد و به این ترتیب دولت یا ترکیبی بین دولت، سیستم های تعاونی با شرکت مردم و غیر و غیره باید به اصطلاح مدیریت جدیدی برقرار کرد. 2. 3. در ارتباط با عرضم حضورتون که فعالیت هایی مانند محرم و سفر و اربعین و غیر و ذالک، بسیاری از اینها باید ممنوع بشه از نظر من. به چه خاطر؟ به این خاطر که شما در نظر بگیرید کسانی که زنجیر میزنن، کسانی که قمه میزنن، این در واقع یک حرکت چیه؟ یک حرکت بیمارگونه هستش و دولت آینده مسئولیت دارد در ارتباط با تندرستی شهروندان خودش. یعنی کسی که قمه میزنه این دچار چه بیماری هستش؟ این نوع بیماری هایی که توی سینه زنان و قمه زنان وجود دارد دو نوع هست. یک طرفش جنبه سادیسمه، یک طرف دیگهش در واقع چیه؟ در واقع مازوخیسمه. پس این وقتی که به جامعه، به افراد، به سلامتی انسان ها دارن ضربه میزنه، اینو باید دولت جلوشو بگیره. مسلمه که باید جلوشو بگیره. در ارتباط با اربعین شما مطمئن باشید این در واقع لشکر اربعینی که اینها می ساختن به اعتبار اقدام دولتیه. دولت پشتشه، تمام سیستم سازماندهیش، تمام بودجه‌ای که گذاشت دولت گذاشته. فردای دیگر بنابراین دیگه اربعینی نمیتواند وجود داشته باشه به این ابعادی که اینها دارن در نظر میگیرند. مراسم مذهبیشون آقای دکتر چجوری باید برگزار بکنه؟ مراسم مذهبیشون آزاد باید باشه، آزاد باید باشن. حالا تو مسجد جمع میشن، نمیدونم در یک محل سمیناری میگذارن، نمیدونم یک سالونی دارن، اینها باید آزاد باشه، هیچ ایرادی هم نداره. یعنی از نظر من که ناباور هستم، خب من نسبت به این هم اعتقادی ندارم، ولی که به عنوان بخشی از کسانی که به این نوع رفتارهای دینی اعتقاد دارن خب باید باشن. اون میخواد دینش اجرا بکنه. ولی منظورتون اینه که اعمالی که حالا مصداق مازوخیسم یا سادیسم انجام نباید بشه، اون باید ممنوع بشه و توی فضای عمومی هم کشیده نشه کار. آفرین، دقیقاً همین است. پس بنابراین آنچه که مربوط به عرضم حضورتون که یا مثلا حوزه ها رو شما فرمودید، حوزه ها باید کار خودشون رو ادامه بدن. به هر حال نهادهای دینی هستن. امروز مثلا این هستش که در درون حوزه ها پولهای دولت میره در درون حوزه ها، این باید جلوش گرفته بشه. ولی اگر میخوان کسانی که به فرض دنبال این هستن که فلان آیت الله کماکان چیکار بکنه، به اصطلاح مرجع تقلید اونها باشه، خب ما میدانیم که این نتیجه یک بردگی روانی هستش. ولی که خب در ضمن تو این شرایط روانی و روحی قرار دارد. ما در عرصه اجتماع میتوانیم کارهای فرهنگی بکنیم، کارهای انتقادی بکنیم که زمین ساز برای یک فرهنگ جدیدی باشه. ولی که اون کسانی که به هر حال میخوان یک آیت اللهی در یک حوزه‌ای به هر حال پیروی بکنن،
و در درون حوزه ها اونجایی که پولهای دولتی هستش اونها باید جلوشو گرفت و در ارتباط با تمام رسانه ها هم تمام رسانه های دولتی دولت است و بنابراین امروز تمام رسانه ها مرکز فعالیت ها و تبلیغات اسلامی هستش. تمام اینها باید قطع شود، تمام اینها باید قطع بشود و در چارچوب همون قانون اساسی جدید و مدیران و رؤسای جدیدی که متکی بر این قانون هستند باید اداره بشه. البته میشود این رو در نظر بگیریم، به فرض شما نمیدونم بدانید یا ندانید، به فرض در جامعه فرانسه خب رسانه های بسیار بسیار متعددی وجود دارد. یکی از این رسانه ها که کانال دوم هست که دولتی هم هست، روزهای یکشنبه صبح برای تمام گرایش های دینی برنامه مجانی در اختیارشون قرار داده. یعنی با بودیستاش دین بودایی شروع میکنن، به اسلام میرسن، از اسلام بعدش به یهودیت میرن، بعد از اون به کاتولیک ها میپردازن، بعد از اون ارزمون به پروتستان ها تا ظهر. از 8:30 شروع میشه تا نزدیک ظهر در واقع تمام میشه. خب این گونه که بیان حتی تبلیغشون میکنن، این نوعی در واقع امتیازدهی یک حکومت یا یک به اصطلاح جامعه هست به این نوع به اصطلاح یک شاید تاکتیکی باشد، شاید در واقع یک نرمشی باشد، یک انعطافی باشد، ولی آنچه که مربوط به در درون مدارس با دین چه باید کرد، دین رو باید و میتوان تاریخش رو به شکل علمی برای بچه ها توضیح داد و نه تبلیغات دینی که بگوید که به فرض امام زمان خواهد آمد و خودتو آماده بکن و نمیدونم رسول الله آخرین نمیدونم قرآن رو گفته و آخرین دین رو گفت. نه، اینا نه، بلکه بگید توضیح تاریخی بده که چگونه به فرض این دینهای گوناگون در جوامع گوناگون به وجود آمدن و در ارتباط با یک سلسله دیندارانی هستند، نقطه تاریخی چی بوده، ویژگی‌هاش چند خط چی بوده. این گونه کارها رو برای می شود انجام داد و اون هم برای همه ادیان. بنابراین در ایران اگر هم اون جنبه تاریخی این دین ها میخواد گفته بشه، برای بهاییت باید باشد، برای زرتشتی باید باشد، برای ارمنی ها باید، برای دین مسیحی باید باشد، برای شیعیان باشد، برای اهل سنت باشد. که این رو از زاویه چی؟ از زاویه تاریخی، از زاویه اطلاع دادن به پدیده دین توضیح بدن، نه اینکه تبلیغ محتوای دین و بنابراین پروپاگاند مذهبی صورت بگیرد. یعنی یه 2-3 واحد اضافه بکنن، اصلا تاریخ ادیان مثلا آموزش بدن توی مدارس. کاملا تاریخ ادیان، همه ادیان برای به شکل مساوی، حالا یک دینی ممکنه خیلی به اصطلاح گسترده‌تر باشه، به فرض مسلمانان 1 میلیون و به فرض 400 میلیون هستن یا 1 میلیارد و 500 میلیون هستن. خب میشه چند کشورهای مسلمان رو مثلا توضیح داد، اینکه از چه تاریخی به وجود آمده، نمیدونم تاریخ واقعا اینها رو، تاریخ ادیان و همچنین در مورد بهائی‌ها و همچنین در مورد ادیان دیگر. ولی که راجع به اینکه محتوای اصلی کتاب درسی باید دانش، خرد و تمام به اصطلاح جغرافیای انسانی ایران و جهان باید باشد که این انسان‌ها میآیند در درون نظام آموزشی که چی؟ که در واقع خودشون رو آماده بکنن برای هم در واقع ارتقای فرهنگی خودشون و هم برای اینکه بتوانن نقشی در اجتماع، نقشی در اقتصاد کشور ایفا بکنن و این نقش رو از طریق علم، از طریق در واقع فرهنگ نوین، از طریق فرهنگ فلسفی و غیر و غیره میتوانند انجام بدن. پس بنابراین خیلی راحت این امروز هم وجود دارد در همین کتاب‌های درسی که در فرانسه ما داریم، به همین ترتیب هستش، خیلی محدود راجع به دین‌های اومده، بقیه مطالب دیگر هر لحظه یک آموزگار نمیاد. حتی اجازه بدید این نکته هم اضافه بکنم. ببینید در اینجا ما وقتی صحبت لایسیته میکنیم در ارتباط با مدرسه های دولتی هستش، دولتی، خب نهادهای دولتی هستش. در فرانسه ما مدرسه های به اصطلاح خصوصی هم داریم یا خصوصی دینی هم داریم که این مدرسه های خصوصی دینی در واقع برای که دیپلمشون همون ارزش به اصطلاح دولتی رو داشته باشه، خودشون رو از نظر به اصطلاح
محتوای درسی تابع همون برنامه دولتی میکنن، منتها داره یک استقلال کوچکی هم هستن. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنن در طی هفته یک فوقش 2 ساعت، 1 الی 2 ساعت به اصطلاح کلاسی دارن در ارتباط با مذهب. به عنوان نمونه این که به فرض میگن که خب کلیسا بله وجود دارد، نمیدونم به فرض عرضم حضور شما که عیسی مسیح مثلا مورد پرستش هستش و از این گونه مطالبی که مربوط یا مثلا نوئل چی هستش و اون یکی به اصطلاح صعود به فرض پیغمبرشون چی هستش این حرفا. این رو در کجا؟ در درون در واقع مدرسه خصوصی مطرح میکنن، یعنی جایی که پدر مادرها پول میدن و به این ترتیب خیلی محدود اون هم، و در درون همین مدرسه های خصوصی خانواده هایی که میرن بچه هاشون رو میذارن الزاما به خاطر امر دین نیست، به خاطر اینکه حتی بسیاری از خانواده هایی که مسلمان هستن نیز بچه های خودشون رو در درون همین به اصطلاح مدرسه های خصوصی میذارن که عملاً به اصطلاح اون 2 ساعت یا 1 ساعت برنامه دینی در زمینه مربوط به چی؟ در ارتباط با به اصطلاح عمدتاً البته دین کاتولیک هستش. البته میگن چند کلمه‌ای هم در ارتباط با اسلام میگن و غیر ذالک اینا. پس بنابراین بحثی که ما در ارتباط با ایران داریم، بحثمون در ارتباط با مدرسه های دولتی هستش، در ارتباط دانشگاه ها هستش، دانشگاه های دولتی، دانشگاه های علم و غیر ذالک هستش. حالا بخش خصوصی اون دیگه میماند که چگونه ما رابطمون رو تنظیم بکنیم و اونها چگونه میخواهند با معیارهای دولتی و کیفیت‌های درسی جهانی خودشون رو تنظیم میکنن. اون دیگه به هر حال ریزکاری‌هایی هستش که من در این زمینه خیلی کار کردم. اگر فردا دولتی به هر حال بر سر کار بیاید از جمله در زمینه آموزشی، من ایده های خیلی خیلی فراوانی دارم که به اونها میتوانم پیشنهادهای جانانه‌ای در این زمینه‌های ریز داشته باشم. خب ممنونم آقای دکتر. امیدوارم حالا توی گفتگوهای دیگه ما در خدمتتون باشیم. بازم مطالب خیلی زیاده، بتونیم استفاده کنیم از صحبتاتون. مرسی که وقت گذاشتید، تشریف آوردید، صحبت کردید. من شب بخیر میگم بهتون. خیلی سپاسگزارم از شما، از تلاش‌های آگاهگرایانه شما عزیز من و مطلبی رو که شما در نظر گرفتید یکی مطالب اساسی است و وقتی که ما صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی می کردیم در ضمن نوع کار شما در همین راستا قرار می گیرد. پس بنابراین به قول معروف دست شما درد نکند، به امید روزهای روشنتر فردا و به عنوان اینکه سرزمین ما دارای قدرت سیاسی باشد که اون قدرت سیاسی در چارچوب لایسیته بتواند کار بکند. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که بار و فشار دین در ذهنها کاهش پیدا می کند، انسانها می توانند به بلوغ فکری خودشون راحت‌تر برسن و عملاً آنچه که مورد توجه اونها قرار خواهد گرفت همانا خردگرایی و همانا علم و تمدن هست. سپاس از شما. خب دوستان عزیزم، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اگر که این برنامه رو دوست داشتید یا اینکه برنامه‌های مشابه رو دوست دارید دنبال بکنید، حتما یوتیوب روشنفکرانه رو میتونید سابسکرایب کنید برای برنامه‌های بیشتر و رادیو فرهنگ گوتنبرگ رو هم میتونید دنبال کنید برای برنامه‌های صوتی بیشتر. ممنونم از آقای دکتر جلال ایجادی که اومدن، وقت گذاشتن و صحبت کردن و ممنونم از شما دوستان عزیز که تا اینجای برنامه همراه من بودید. شب و روزتون خوش.